چی کار میکنی؟ ما صادرگی. ما کسیم در دفتر کار میکنم. بیکار از دفتر وزارت مدین ما کار میکنم. وزارت مدین ولی که ما بریم از اخلاق کرده چی اونی میگه که میده همین که میده مرکز درآمد نشی ایتا نشه کلان افتخارات برام. اگر جای خرید فروش باشه تا نه که مورد او پس کوچه برم ببره بدر خریدار سینما در نخوره یا گنده شه کنش. ما کاکا جان ما چور نمیکنیم، ما خبرنگار هستیم کاکا جان. ما نفر چور نیستیم لکن شام خبرنگار آبو ما چکه چور دیگه وارا خدا اصلاح کنه. ما نمیخوریم. خیر باشه. پاوندای سرلنگ در جیب خود میزنی؟ دیگه چی کنیم؟ این جیبم خود است. آی از خودم. این نام خدا خوب طرف خودت اما تو خندان سعی داره همین کله پاچا. خودمون تو خنداور است من. یک سیر نیم سیر ببره که نبرام از خونه میکشیش دیگه نامزادی هم سخت است. به نام رب سماوات و رب الارض و سر درود و هزاران سلام خدمت محبوب عالم فخر عالم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلام و دوستا و هموطنان عزیزم و همچنان بینندای دیدار وطن. امیدوارم در هر گوشه و کناری که هستین صحتمند و بخیر و عافیت باشید. دوستان عزیز امروز آمدیم مارکت بگویم، سوپرمارکت بگویم، کجا بگویم که در اینجا از لباس گرفته تا به میوه و میوه خشک و هر آن چیزی که شما ضرورت داشته باشین در این منطقه در اینجا پیدا میشه. و جاده نادر پشتون از دوستان عزیز، جاده نادر پشتون آمدیم امروز یک گزارش شامگاهی داریم برای شما از این محیط ماحول. با ما باشین، بیننده باشین، ببینید تا آخر برنامه چه حرفا چه گپا. کسایی که در خارج هستند یا سفر بستن و رخت سفر بستن رفتن و خاطرات از ما امروز بر شما تازه میکنیم. تا آخر برنامه با ما باشین و فراموشتان نشه چینل خودتون را لایک و سابسکرایب بکنین و منتظر انتقادات و پیشنهادات نیک شما خوبان هستیم. ایجا کاکا است. از اول برنامه تا آخر برنامه گفتم من روی شما هستم. بیایم چند امروز گپ بزنیم که چی گفتنی داره بر ما و شما که قدر مشتاق حرف زدن بود با ما و شما. سلام علیک. و علیکم السلام. خوب است کاکای قند؟ شکر وزر خوب. صحتت خوب است؟ خوب است. سلامت باش. نام خدا چقدر خوب خوشخوی و خنده‌روی هستی. خندوری است از دینا خوشبختی است دیگه. دلم روشن است. بیشک والا خدا دل کل گیرم تو روشن داشته باشه. چی کار میکنی؟ ما صادرگی. نفهمیدم. صادرگ بکلو. خب آل دادست تو خود پلاستیک است. پلاستیک نیست. خیلی چیه؟ خود خیلی با چیه؟ یاد داره شما بره با خود کار کردیم. بانی خیر. خود خود کار بکنم کردیم تاشت کردیم. خودش گپ میزنه خیر. خب دادست خود خود پلاستیک است. پلاستیک است در بچه هست. خب از بچه ها را نگاه میکنی؟ امروز میگن که خوب کاروبار چوک بوده. نه کار غریبی دست خالی پاییده. خب انشالله که بخیر کاروبارت بخیر بذاره کاکای خان. وقت نمیگیرم. تشکر. خیلی چی کار میکنی که الان مدی از صبح تا در اینجا؟ کار نکن پاییده کار غریبی. والا کار غریبی است که آدم بگرده کار بکنه. کار چطور نیست؟ کار اشابتی؟ کار ما چی نشان بدم؟ وال دفتر خونه نمیشه برات نشان بدم. کار اشابتی. کار خود نشان دادن نمیشه. کار بعد سرش فکر بکنی که خیر کار مجبور کردن که بره. خب بریم دوستا برنامه را شروع میکنیم. بخیر
و یک چند از امروز با برادر ما که وظیفه داره گپ بس شروع میکنیم میریم بخیر. سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر خوب است ان شاء الله؟ شکر است. صحتت خوب است؟ الحمدلله شکر. شکر بخیر باشی سلامت. چه خوب الحمدلله. چه فرصت شدم اینجا اومدم من بخی گفتم حتما کنم جای دیگه بودیم. اینجا بخی یک سن تاخیر کرده الحمدلله فرصت. سابق جا بدک تیر میشید باز قسمی یک بغلت تیر میشدی. حالا زندگی خوب است؟ فردا خدا خالی شده این محیط. او ماشاءالله اوس دا جای مونږ ټول خالی کو صحیح اوس موټر ایزی او راځي دالته. بسیار خوب. خیلی رابنده بود. نه کراچا بود، ازدحام بود، گریبار بود. نسبت به سابق خیلی خوب شده. حالی بسیار خوب شده. خودت چه وظیفه داری؟ ما اینجا کار داشتم. از طرف یوزا معرفی شد. چه قمرای مردم به تنگ باشید قمرای هموطنای ما ایسو برو ایسو نرو تو نکن نمیوانه 2 ساعت بشینی. بسیار بیخی سخته. سخت است نه؟ خبر نه پختو خیگه پختو. زاداری خبر کم تا پختو خبر نه. بیخی په خبر نه پیږي دا. هغه زور ته هم د سيزي هغه به ترازي. بیا وشړم بیا راشي. یعنی بیخی سړی پازا به ډیر. یک پس و کراچام خیلی زیاد است. بسیار زیاد است. خیلی زیاد است نام خدا ازدحام است بریبار است یک موتر که تیر میشه باز خلاص دیگه. تشکر سلامت زنده باشی بخیر باشی تا مخد خیر. دوستا قیمتی میگن من میگم خیلی ارزانی است باور کو. کچالو 120 روپیه 900 روپیه یک سه کچالو رو برتان میته. رومی چارک 80 روپیه 70 روپیه کچالوی اما تا خوب بامیانی رو بر ما و شما میته. خب بریم این طرف یا این طرف یک جای شروع بکنیم بیایم این طرف دوستای قند خلال زردک رومی کچالو هر چی بگوییم دینمی بازار است مطر فاصلیه اینال ناگفتن ما قیمت ها رو پرسان میکنیم باز ببینین که ارزان است و خدای نخواسته قیمت است. خب اول بیایم از پیاز سفید است دیگه سرخ گفتن سفید است شروع کرده بخیم تا میریم. سلام علیکم. سلام. برادر خوب است ان شاء الله؟ صحتت خوب است؟ شکر زنده باش. بخیر باشی. سلامت نامکت؟ نام محمد عمر. محمد عمر جان. کچالو باش می کچالو دادم من کچالوش بیشتر کچالو یاد کردم. پیاز قیمتش چه قسم است؟ کیلوست میفروشی، سیر میفروشی، خرد میفروشی؟ کیلو ماست. سیرش 160 روپیه است، چارکش 40 روپیه است. چارک 40 روپیه. بیشتر کاکا گفت قیمتی است. ببینین یک کیلو ازی در خارج یک $1.5 دلار است تقریبا کیلو 150 روپیه میشه. هم قدر تمام میشه نیم؟ بله. و یا پیازای افغانستان نیست یا از تاجیکستان میاد. تاجیکی است. بله. خود ما و شما ذخیره نداریم؟ کای ذخیره میشه اینجا. ذخیره ها کای جور میکنن اینجا که ذخیره کنن. اما کسای پیاز خود ما کاس سیر 40 روپیه است. ذخیره نداره. سیر 40 روپیه؟ اینا پیاز خارج که بیاین سیر 160 روپیه. امکان داره دمی هفته 200 شود. والا خوب شد گفته که ما یک سیر بگیریم دیگه غم خدا بخوریم. 100% هم تا بخوریم. کدام پیاز قیمت است کدام پیاز ارزان است؟ پیاز سرخ فعلا 200 است. پیاز برادر ما دارم میریم پیشش 160 روپیه پیاز زرد است. پیاز چند رقم داریم؟ پیاز هم سرخ زرد است دیگه. سفید نداریم؟ سفید هم است کم میاد. کمه. قیمتش کدام است گفته ارزانش کدامه؟ فعلا قیمتش هم سرخ است. سرخ قیمت است. چرا قیمت است؟ بوده کمیافت است. بخاطر کمیافت است. بخاطر کمیافت است. خودت ذخیره نکردی ولی هیچ؟ ذخیره چه کنیم ما سرمایه نداریم ذخیره. بیادر کسایی از تاکاوی مندازن فامید از نسان شد میکشن در بازار. نه ما رقمی هم روزمره میاریم سودا میکنیم. خوب است. چطور بود امروز کاروبار؟ خوب است خدا را شکر. الحمدلله خوب ریبار هم است نه؟ ریبار است بله. در حدود چند سودا میشه روزمره؟ برابرگیز دیگه 20 سیرم میشه 30 سیرم میشه 40 سیرم میشه 10 سیرم میشه سودا دیگه. بسیار خوب. خیر من الله قنده کارت برکت. زنده باشی. سلامت باشی. بخیر باشی. خود دوستا بیایم این طرف که کاروبار چی میگن؟ بیادر ما سلام میدن بیا که گپ میزنیم. بیا بیادر خیتام می طرف بیا. باش که با ما این طرف جای هست ما دیگه دوستا باش که از رای پسر بیم. این از طرف بیام در پولی بیادر که کمره صحیح بگیره.
بخیر است ان شاء الله. سلام علیکم. فضل خدا خوب هستی برادر؟ الحمدلله. صحتت خوب است؟ شکر چه فضل. حال احوال؟ شکر است بخیر باشی. سلامت باشی. برادر گفت که باش که لالای ما چند دقیقه گپ میزنم رویت. آزادانه چی؟ خب. در خدمت. بخیر باشی. سلامت. کچولی کجا است؟ کچولای جلال آباد است دیگه. فعلا کچولای نو است. وطنی خود ما و شما. بله. تا جایی که من میفهم دوستا میگن که کچولی بامیانی اول است دیگه. کچولی بامیانی اول است دیگه، حالا وقتش خلاص شده دیگه. خب کم خلاص میاد شده. دیگه. پشت بامیان نوبت کجا میرسه؟ یعنی کچولای جلال آباد است، باز کچولی پاکستان میاد دیگه. خدا از وطن خودم و شما را کم نکنه. کچولی وطنی خوبش است. از زیادتر که چی میگن پوستک میته یا بسیار کچولی نازک؟ تازه است، فعلا تازه است، باز پسان خوب شده میره دیگه. پخته شده میره. امی کچولی چپسی که میگن کدامش است؟ کچولی چیپسی خوبش بامیانی است. بامیانی. این او خلاص گفتی که بیادر خلاصه. باز بعد از تو از کدامش استفاده میشه؟ والا این خوبش میشه دیگه، چند وقت بعد کچولو او خود که جذب میکنه از کم میکنه، باز خوبش میشه چپسی هایش. یک روز یک رفیق ما از در شوروا انداخته بود، دوستا به ما گفته بود که بیاین چی شوروایی کردیم که سعی میکنه کچولو نداره، بیخی شاریده بود. شاریده بود تا کچولو دیگه ما بیخی منصرف شدیم از شوروا شوروا دیگه در شوروا نمیشه میشوره. اگر یک دقیقه بونی دقیقه بونی چطور میخوای تفرق وقتش اگه کم بگیری باز میشه دیگه، یک کم وقتش اگه کم امکانش هست. امکانش هست دیگه، آشپزی دیگه حساب از خود طریقه داره. یا که بیخی دیگه شوروای کچولو چی میگن الوای کچولو بزنن. او رقمی باز الوای کچولو میشه دیگه. اما تو میشه نه؟ بله. خب باز چطور هستید چاشانه خودتون دیک میکنین؟ رستوران تکای سیاره میارن؟ رستوران است دیگه، میارن برنج است 60 روبا میگیره، 50 روبا لوبیا نخود تخم مرق همش. نوش جان والا چی چیزای نام خود نوش جان میکنی؟ والا از دیگه چی بخوریم، اینمی چیز است دیگه، شعار است. دیگه من گفتم شاید که دوستا یا چی میگن جور کنین دیگه، یک دو سه تا کچولو خودت بیتی، یک زده اگه نزی بگیری بندازی. دوستا هست دیک میکنن زیادترش، کسش که نفرشون زیاد است، یک دو نفر سه نفر چهار نفر از دیک میکنن، کسش که بده کم است بده نمیتونه، دسترسی نداره نمیتونه گونه نان از هتل میتونه. یک دو نفر اضافه باشه میشه بله. مصرفم دیگم برای دیگه. کو غم دیگه نفر پنج نفر میشه. که اضافه تر باشه، یک نفر غم دیگه بخوره و دو سه نفر دیگه متوجه کاربار فروش خود باشه. نشه به خاطر شکم میان بره. شکم سودا دست بره. مشتری بیا سرکراچی نباشی میره. میگه تو دکاندار نیست. آفرین. بازی یک از چهار بازار. بله. پرزده ها هم از کسایی که از کجا میبسه بایپاریا مچ میشه نمیشه این منطقه. یا صاحب یا در مشتری است میگه طول کو میره هتلیاس خانوالاست دکاندار است. بیا خیر باشه دیگه. امید دارم که بخیر یک کاروبارت خوب رونق بگیره. بخیر باشی. تشکر. زنده باشی همچنان. بخیر باشی. سلامت. بخیر باشی. بریم دوستا. امروز چطور گپ نمیزنیم؟ سلام علیکم. سلام علیکم. بخیر هستین؟ بخیر. صحتت خوب است؟ خیر و خیر. کمک خالی در میتی طرف کمره؟ خیر نبود دیگه با جای به من خالی کرد. بخیر است ان شاء الله؟ بخیر. نامکت؟ نام زبی الله. زبی الله جان. چی میکنی چه زبی الله جان؟ من نمیدونم کارچوان هستم. کارچوان هستی. میگن امروز خوب کاروبار کردی؟ والا امروز خدا مهربانه دیگه، خدا کی دانه پرا داده روی چی میتاد من دیگه. بیشتر طبعا. خداوند میگه دو چیز از من نخواهید. دو چیز یکی مال یکی روزی. یکی مال که یکی روزی است نه. و خداوند گفته که میدونی چیز شما من نخواهید. میرم ما خودم تعیین کردم دیگه. بس پروردگار در وقتش براتون میتم. گفته در وقتش براتون میتم نی؟ در وقتش میتاد دیگه ما شما. بله. خب بسیار خوب بسیار خوب. چند نفر هستی در فامیل؟ در فامیل ما 4-5 نفر هستیم. 4 یا 5 9 نفر؟ نه 4 نفر هستیم ما دیگه. 4 نفر. خب یکی ما هستیم، یکی خانم است، یکی مادر است، یکی برادر است دیگه. ما 4 نفر هستیم. الحمدلله نه خوب است کلان کمایی پیشت است اگه متوجه باشی. کلان سرمایه داری. ما کسم در دفتر کار میکنم. این کار از دفتر وزارت مدیر ما کار میکنم. وزارت مدیر مدیر که ما بریم فاز اخلاق کرده چی اونی میگه که میده همی که میده مرکز دراز نشه ایتون نشه کلان افتخارات منم بدون شک. در وزارت مدیر ما کار میکنم در دفتر تو میگه که ما بریم کار میکنم. بعد از سای میجه میکنم. بعد از سای ما گفته شما دیگه. به شک والا. بسیار خوب. مردم که او کساس که پیسه پیدا کنه همی که میده مرکز دراز نشه دمی یک جای افتخار دیگه خدا مهربان است. به شک. همیشه مهم است که آدم
غیرت بکنه آسین بر بزنه و کار بکنه دیگه. فقط غیرت مهم است. می غیرت می جرأت مهم است. همین که اگر ما خمیدم که دوی وظیفه که برام آدم خراب برام خانه مگم آیندیم در فکرم است که همین آیندیم در فکرم است که باش که تو باش که ما صبور دیتا موتا نشم به جان سه امی کلان شکر او خداوند شکر و خداوند که ما را قیمت داده و از خالق خود سپاسگزار هستیم. دیگه او پروردگار دیگه دی وطن امان آرامی صلح امنیت داره دیگه پروردگار مهربان است. ان شاء الله بخیر باشی، سلامت باشی برادر، زنده باش، تشکر، بخیر باشی. خوب گپ کار یاد کرد برادرای ما، ماشاءالله کاسین برمیاد بوج که کارا میکنه، اما وقتی که خدای نخواسته بریم از طرف که خدای نخواسته دست برادرم پیشکش دراز نشه دیگه نبود میره خودش کارا میکنه که چونی خدا میکنه. خب بریم این طرف دوستا یک دوره بزنیم طرف فامیلای طرف بریبار است، فامیلا و نام هستن به این منظور دیگه ما مناسب نمیبینیم از همین گوشه خدا میگیریم، اما تا میریم بخیر طرف بالا و شما ما را تعقیب بکنین. بریم سر رومی دوستا. رومی را گفتن که قیمت است، این حال باش از کسی که مفروشه فروشندهش پیدا کردید گپ بزنیم که قیمت است یا ارزان است. سلام علیک. سلام علیکم. بیادر خوب است ان شاء الله؟ سلام. صحتت خوب است؟ بخیر. نامکت؟ نور آقا. نور آقا جان. پیشک کاکا اونجا شکایت کرد. خب میگه رومی که قیمت شده بیادر راست است دروغ است؟ می بلند است. سبات ایست در بخریدی. چند خریدی؟ ایست. خیلی چند بفروشی بیادر؟ 4 صدام بهم نمیخرن دیگه قیمت است. باز همین بی پیاز و بی رومی دیگه کی دیک میشه. 100%. بازی که بیخی عمل خدا بالا برسه مردم بیچاره مجبور است دیگه. آره چی کنی؟ از کجا میاد؟ والا یا پاکستانی است. اوه. گپ پاکستانی چقدر کش کرده؟ یا پاکستانی است کلاش. زمین هم داری؟ اجان؟ رومی کم بود بگم بیادر رومی چنده؟ من رومی هم داری؟ زمین هم داری؟ نه ما زمین از کجا کنیم؟ چرا بدر مردم هاست به جریب زمین داره؟ والا داره دیگه خدا دادشون دیگه. بخیر. آمین. کلا ما شما را بده که یک تفریحگاه جورش کنیم. آمین. مزاق قدم بدر کار محل کاروبار جور کنیم. شوخی کردم. محل کاروبار خب ما اینجا داشتیم خب. ما غرفه داشتیم اینجا. 15,000 از ما گرفتن ما رو اینجا جای دادن. در غرفه ما رو 2-3 ماه بعد در روسی کردن دیگه اون دکان جورش کردن. دکان جور شده. والا این گپا هست ناگهان خیلی کراچی هست نه پر جمع جوش هست ازدحام است این گپا را داره دیگه والا خدا مهربان است که بخیر شارولی غم همین جرام بخوره نه گفتنی خودت اول برای شارولی چی است برو والا برای شارولی چیزی خمه کراچی های ما را بار میکنه بعد ما را جای بده که سمسری کار کنه حالا شارولی ما میاد بعد ما میریم کراچی های ما را بار میکنه یا ما چی کنه بله شارولی فعالیت خوب است فقط هم کنه که بخیر که خیر یک جای مشخص کنه بر کراچی ها کنه موجب باشن و کراچی هم زیاد است بریبارک و ازدحام هم زیاد است این قسم نمیشه بخیر که یک جای جور کنه جای خرید فروش باشه تو نه که مورد او پس کوچه برم ببره بدر خریدار سینما در نخوره رومیو گنده شه کلاش نه خب منظور ما هم میخره رقم منظور ما هم از دیگه خب بخیر باشید لایقان سلامت باشید تشکر بخیر باشید سلامت بخیر لایقان دوستای جان نام خدا خوب ریبار است طرفای شام است هرچند ما گفتیم که شاید از را فرصت شده بره اما به دلیل اینکه شام است لیلام میشه مثل موتر فروشی ها مثل موبایل فروشی لیلام میشه و خاطر کلا که میان از طرف شام خرید میکنن پنیر کلچه پنیر آمدیم سر کلچه پنیر باش که مسکجاتی شما چند قمرای کاکا گپ بزنیم که کلچه پنیر چطوره بازارش سلام علیکم خوب هستی بخیر ان شاء الله شکر صحتت خوب است شکر دادا زنده باشی سلامت پنیرا رو خود جور میکنی کاکا جان نه ایره کوچیا جور میکنه دیگه کوچا جور میکنن کوچیا چند قوم است هر قوم علیه میره بس از کدام سمت میاد این از تراخیل میاد دیگه از شکردره میاد از میسنو میاد بیشک والا دیگه خوب شیر تازه وطنی جور میشه از امو دیگه والا شیر گاو از زمستان دیگه بار باز گوسفندی میشه والا سال نو گوسفندی میشه حالا گاویس کلا گاوی و گوسفندی تفاوت داره والا او یک ذره
از گوی کده و داره خوب وزنی هم است مزهش هم بالا سازی کده گوسفندی آه. بیشک ولی اینو من نمیفهمیدم دوستا واقعیتش. بخیر کیلوی چند میای باز؟ کیلوی دیگه 200 بای میکنیم تا 220 230 میتیم. خب اینا کسایی که برنامه را ببینن دیگه فهمیدن همه تو خالص نیکو که 200 بتومه تا. بخیر باشی. سلامت باشی. چطوره باز فروشات پنیر؟ خوب است دیگه گذران میشه. زیادتر دیگه چای صبح استفاده میشه. نه دیگه مو چای صبح دیگه قطعی نه. چای صبح است نه؟ دیگه سابقا که بود مردم کلچه کلچه میگرفتن تو شبانه چند دقیقه میله میکردن دیگه میکردن میگه با بود حالا خونه نیست. آقا پیسه میله رو دشکم میزنن چون چای صبح نان شب. امروز کشمش نداری؟ کشمش بود ولی خلاص کردیم. خوب شک والا خدا مهربان کل تبنگا خالی شوه مت مثل کشمش. بخیر باشی خیلی. سلامت باش تشکر کارخان. بخیر باشی سلامت باشی. دوستا سر کچولی بامیانی گفتیم اینی کچولی بامیانی است. تصویربردار ما براتون میگیره کچولی بامیانی اصل سرخ چپسی که چپس که با این کچولو بسیار بالا میه و بسیار مزه‌دار میه. این کچولوی وطن خود ما شماست که خود ارزش نداره میره طرف پاکستان میره طرف ایران میره اما باز برعکس و بر ما روان میکنن به 2 برابرش قیمت. خب بازار ترکاریست دوستایجا من پیشرم گفتم هر آن چیزی که شما گفته بخواین خواسته باشین در اینجا پیدا میشه. هر آن ترکاری خواسته باشی بیا که چند قلالای ما چای اندازه چای سلام خوب هستی؟ چای به من دختی یا بخواد؟ دوستا بگیرم بیشک والا خوب چای داغ به نو انداختی دیگه. خب نامکت؟ وهاب جان؟ وهاب عبدالوهاب جان. عبدالوهاب چیز مفروشی خودت؟ خودم نارنج بیشک والا اصلا چیزا مفروشی در پولی هست چیزا میستاد از دوستا گلپی بدون از خوردن نمیشه نه فکرت است یخصن بی‌مزه است. شو بود فروشات امروز؟ خوب بود گلاسک تا بگیم مشوخی کردم قال نگ ولی از واسه چای ما گرفت. دانه مفروشی کیلو مفروشی چه قسمت سیستم فروشت؟ نه دانه مفروشی. دانه چند است؟ دانه 5 و 25 دانه. بیشک اینا باز خودت از مارکت میاری یا جلالای قسمت است که باز برات میاره؟ نه خودم میارم. خودت میاری؟ ماشاءالله آفرین. صبحی وقت چند بجه صبح میخیزی از خواب؟ 7 بجه نمیخوام میخوام. 7 بجه خیلی وقت میخیزی دیگه. خب خیری من الله خان. بخیر باشی. بخ شاید تن نوش جان کو که یخ نکنه. دیگه وقتم نمیگیریم. بر ارتباط که پیش دوستا گفتم در اینجا هر چیز پیدا میشه ترکاری میوه از خواسته باشیم و اینجا رسیدیم سر میوه خشک کنین دوستا دیگه بگین که در اینجا چی نیست. یک انجیر خشک ندیدم خلاصه کل چیز در اینجا. سلام علیک کاکا خوب است ان شاء الله؟ بخیر است. صحتت خوب است؟ چطوره باز در اینجا فروشات کاکا جان میوه خوش فروختن میشه در این موقعیت؟ که نمیشه چی کنیم چه چاره داره؟ بله یعنی گفتم که در اینجا یک ذره زحام است و محل ترکاری برو خوش من نمی پول کردنش برو بخیر برو یک چاره دیگه زمانه بود مثال خودم پول میکنم. ما کاکا جان ما چور نمیکنیم ما خبرنگار هستیم کاکا جان. برو بانی ما نفر چور نیستیم لکن جام خبرنگار بود خوا چکه چور دیگه واره خدا اصلاح کنه. ما نمیخوریم ما یک تا خوردیم 10 برابر تاوان میدیم. برو پول شد دیگه بخیر یوتیوبرای عزیز دوستای عزیز که میان لطفا چور نکنین که آبروی ما را بردین. دیدی کاکا گپ نمیزنه میگه آمد مشت بردن آبروی ما را بردین لطفا این کارا نکنین. این مردم ها را بجای دستشان بگیرین خرید بکنین میان ایسا دیگه مشت میزنین میبرین بسیار کار اشتباه است. این مردم ها تجارت نمیکنن شکم خود سیر میکنن در مسلک یا در کار که هستن به خاطر شکم پر کردن کار میکنن نه به خاطر تجارت. دیگه خدا دیگه شما را اصلاح کنه. خب آمدیم در بازار کله و پاچه و نمیفهمم این همی چیزا هست دیگه در اینجا. سلام علیک. علیکم السلام. خوب بیشک بخیر صحتت خوب است؟ جان و جور است. شکر سلامت بخیر باشی. پوندای سرلنگ در جیب خود میزنی؟ دیگه چی کنیم بیادر؟ این جیبم خود است؟ آه از خودم. خب من از کم رفیقت نباشه؟ نه اصلا. خب بسیار خوب. نامکت؟ نامکم عمران است. عمران جان چی کار میکنی خودت؟ همه از بیادر این پاچه و چیزاست. بیشک والا اول تو میره بگو بیادر من نشناختم این چی است؟ این پوست کله است. اوه پوست کله قدر است؟ است؟ پوست کله است. بسیار زخیم دوستا. خریدو میشه ای به این خورده میشه شکر خورده میشه ای؟ خورده میشه.
نه دیگه من اول دیدم. زیاد کس نمیا خوراک 180 که میته کلش از میست. خوراک 180 پاچه کلا. بابانه پاچه گفته این کلش از میست. آفرین. نمو تو دیگه نرم میشه پاچه. دیگه اما تو پاچه ور نرم میشه. نه خودم پرتو دیگه بخیر دیگه. بسیار خوب. تایت نه. والا دیگه ساعت شما چقدر ارزین کلا و پاچه و میدین خوب تا تایت میکنین. والا چی کنی دیگه. کیلو چنده باز؟ کیلوی 100 را به من. کیلوی 100 و 180 روپیه یک خوراک شما آه یک خوراک 180 میفروشه. دیگه خوب ساعتشون تیر از گفتی یکم تا. ساعتشون دیگه تیره. خب بخیر باشی لالای قند. وقت نمیگیرم در کارت برکت. خیر بینی پناهی کن. زنده باشی. چای میخوری بشین. خیری بینی تشکر. سلامت. باش گفت چای میخورین چی میکنین؟ ما در پولی بیادر برم ببینم چای میخوریم چی میکنیم. کلا پاچه میتیم ما بیادر چی میتیم ما را. سلام سلام. یک کمک یک پولی ما بیا انشالله. سلام سلام برادر. ساعت خوب انشالله. ساعت من بخیر. بخیر هستی؟ بخیر باشی. سلامت باشی. تشکر. دوستا زیاد استقبالت میکنه دیجا. والا دوستا ما که ماما و کاکای کلگی هست نمیشه. نه باش دوستای طرف اومدیم. میبخشید پشت ما طرف شما شد دوستای عزیز. گفتم نام خدا دوستا خوب علاقه‌مند هستیجا. دوستا والا نام خدا کلش بیادرزاده و خوارزاده هستن. بیشک نام خدا به قدر خوارزاده و بیادرزاده ماشاءالله. نام خدا. خب بسیار خوب. کلا پاچه می‌فروشین؟ بله. این نام خدا خوب طرف خودت هم خندان سعی داره همین کلا پاچه. خودمون تو خنداور است من. نه خواهش میکنم خنداور نیستی خندان هستی جبینت بازه. از کجا هستی لالای قند؟ از کابل. از کابل. کدام منطقه؟ کوچه رکاخانه. کوچه نکاخانه. رکاخانه. خوبه نیستی کسی دیگه محل کاروباری ها. بله. دانی چند فروخته میشه اجازه است باش تو؟ مهربانی ها چرا؟ کاوک زری واره که میگن دوستا بینی پایکای زیره از گوسفند است؟ بله. دانی چند است؟ 30 روپیه. دانی 30 روپیه. پای بس است؟ یعنی بیادر ما خوب معلومات داره اینجا. خب دانی 30 روپیه جنجال کنه ارزان میشه دانی 10 روپیه؟ نه دیگه انشالله دونم آخری بایش است. باز اگر ما از را شله شویم یا چند تا یک بگیریم چطور؟ شله را خود دیگه بخارم ندارید پیسه ندید. تشکر بخیر باشی. سلامت. خودت یارا پست میکنی و پاک میکنی یا نه نفر هست میکنه؟ نه نفر است پاک میکنن. او دانه کی پیسه بگیره دیگه؟ بله کاله 30 روپیه میگیرن. کاله 30 روپیه. کاله پاچه 30 روپیه. تو میگفتی از آدم 50 روپیه میگیره. حالا اومدی از کاله مرده از این توی قدر میگیری؟ از 30 روپیه پاش میشه پاک میکنه تو خود نیست. بیشک والا. خب بسیار خوب. باز چطور فروشات کاله و پاچه؟ خوبه خدا مهربانه. خب بیشک الحمدلله خدا نزار و شکر. قدازی به نظر میگن لاندی مودی و یگان برنجان پخته میشه نه که پاچه 100% پخته میشه. اینجا کدام چاش یا کدام 1000 دفعه. اینجا چاش یا شب امرای دوستا یاد پخته میکنه نمیکنه؟ چطور نه 100% پخته میکنه. چی وقت پخته میکنی یک چاش ما بیایم طرف هر چاش که شما فرمایش بده ما در خدمت. خانه بس بچه پالوان کی است میگه یک پاچه بده اوجا مقصد کل دوستای طرف هستن. نام خدا گفتی کل خوارزاده و بیادرزاده؟ بله. معنویش یا اصلیش؟ نه دیگه معنوی بگیرش. من گفتم نام خدای قدر است که نه معنوی بگیرشان کلشان ماما و کاکا میگن دیگه چی بگیم خدا. والا نمیتی تو مثلا که ما به کاکا و ماما میمونیم؟ نه بابا. تشکر بخیر باشیم. کدام گفتنی که داشته باشی بر بیننده کامرا در ما که ما در خدمت. والا دیگه چیز گفتنی نداریم. خداوند وطن ما شما را آرام داشته باشه. دیگه نمی یارم. آمین. بخیر و سلامت تشکر. زنده باشی. بخیر باشی. گفتم دوستا بیشتر یاد کردم در اینجا هر آن چیزی که شما خواسته باشین پیدا میشه. اینجا علامه در بازار مایی. این حال به حال کسایی که چند ماه بعد بخیر دیگه مجبور هستن که سیر ببرن خانه نامزاد دیگه. شکر که ما بیغم هستیم. سلام علیکم. خوب است صحت خوب است. بخیر است ان شاء الله. میشه کمک خواهد دور طرف کامرا. بخیر است ان شاء الله. شکر صحت خوب است جور است. الحمدلله سلامت. چقدر خوب نام خدا چمکارم سرما کردیا. زنده باشی. نامکت؟ شاه مقصود کجا؟ لغمان شریف. شاه مقصود لغمان شریف. کابل شریف شنیده بودیم دیگه جایی. لغمان شریف. نه به برکت شاه مقصود لغمان هم شریف شد. خب مقصود جان چطور بازار
اینا تو اینا بدر ما شما اصل جای مانع آنیم در سایه ایستاد شدیم. بازار مایی چطور است؟ شکر است خوب است بازار مایم کش از دیگه زیباباد په امیدی خوب بیزی کش میشه کسایی که نامزدار است دیگه مجبور است مسکین په امیدی که بیای پیش ما یک سری نیم سری ببره که نبرام از خونه میکشیش دیگه نامزدی هم سخت است. خودت نامزاد هستی عروسی کردی چطور؟ خودم عروسی کردیم شاهزاده. نه خلاص با میخاطر یار اختاری هم میتی. سرما دیر شده نه؟ خلاص دیگه اینا میخوای سرکلگی پروسه را سرکلگی باید پروژه دیر شه. نه بیشک والا. خب این کدام مایی است؟ خب کلان اما تو یک دانیش چقدر بیه به نظرت؟ یک دانش میه یک 5 کیلو 4 کیلو مایی میه دیگه مایه زغاره است. خب بالاترین مایی کدام است؟ بالاترین مایی اول که از مایی گراس است. مایی گراس با دوم زغاره است دیگه روز مراقی سر رقم مایی است. مایی ملاقی گفتی؟ مراقی اینا که از روای مراقی به نام مراقی است. باز اونو که از گراس از اونو گراس کلان است. این زغاره است. خب تو کدام وقت شده که بین زیر پاره کرده باشی در بینش یگان چیز نیز برآمده باشه یگان مثال انگشتر برآمده صدف برآمده باشه یگان چیزای دیگه والا این چیزا را کلش در پاکستان میکشن این فرم از فرم هیچ چیز نمیبره مایی دروی باشه هر چیز میبره نه بخیر نشد راست میگی فرمکی دیگه نگفتیش در اون غیر اگه مواد چیزش برای باطلش خلاص دیگه چیز نمیبره کیلوی چند است و این خورترکا که است از این یک سید سیری به شیروز تا 280 تا 300 این باز مای فروشایی که پخته میکنن مفروشن چند بفروشن به نظرت؟ این که پخته میکنن باز در دکانا که از بسیاریش مایی سلور است خب باز از این 180 شیروز دیگه تا 250 280 300 هر قسم مایی دیگه شازده بله و مایی بخار کنم کراس است و امرای بنمی بخار که از این مایی لقه است لقه؟ مایی لقه این فقط دست میزنی جا میبینیش مثل دنبه گسپان نوری چوب به دست میمانه دیگه دیگه خارماری نداره نه چقدر خوب دیگه باز چه خوب بروتکایش هم تاو دادی بروتایزی که تاو نخورم نمیشه آفرین دیگه نمی دیگه چی میگن سیزن مایی پزیست این سیزن دیگه سیزن مایی پزیست چرا که زمستان دیگه شروع میشه به خاطر ماییز دیگه به امید گرم است بسیار زابنه از این کل چیز نکده مایی گرم است دیگه به امید کارش هم خوب است زمستان است دیگه توکل به خدا زیباباد خبیخی خوب میشه صبا بخیر برفی گفته دیگه ان شاء الله که چی میشه بله ما منتظر یک برف هستیم دیگه بخیر هر چی باشه بخیر باشه صبا بیایم باز یک ویژه برنامه داشته باشیم بر دوستایی که برفیشان بکنیم بخیر باشی شاه مقصود لغمان شریف زنده باشی سلامت باشی وقت خوش یگان مایی برتون جور کنیم خیر بینی سلامت زنده باشی بخیر باشی دوستای جام دوری بار است ازدحام است خیلی سر و صداست دیگه بریم یک دقیقه در بازار را میریم از این بر شما یک چند لحظه گفته شروع به او بیادر می داشته باشیم دیگه باز ببینیم که به کجا ختم میشه و به کجا میرسه سرحد ما و شما باشید خورترک بیا یک دقیقه دیگه بیا که نمی خورترک از کجا ما را تعقیب کردن میره خوب هستی؟ بیا باش که ما بشینم اینجا نه تو چی میکنی؟ فروشات چطور بود امروز؟ خوب بود چقدر فروختی؟ یک هفت فروختم چند دانه؟ هفت شما بیلابت کمره بیا دیگه 7 دانه فروختی؟ خواه در این 7 دانه که فروختی چندش مفاد به خودت میمانه؟ به خودم میمانه یک 40-50 میمانه در 7 دانه 40-50 روپیه میمانه؟ بشه والا یک چند تاشته بازبان خیلی مام کم کدام اینجا دیگه بیام کاربار شروع کنم در 7 دانه ازی که 40-50 روپیه مانه خوب پیس است نیست؟ خواه خانه کجاست؟ خانم قلاچه؟ ایزو توی چی می؟ تناس یا نه بیادرها کس مسام روید؟ بیادرها مسام روید؟ چند نفر کستین در خانه در فامیل؟ در خانه یک 14 تا است چقدر؟ 14 تا نام خدا خداوند نگاه کنه 14 دانه تو چندمشون هستی؟ ما سیوم میشه اوه خیلی خطرناکه چقدر چند ساله باشه چطور؟ کارگر شده یک کس نیست؟ کارگر هست دیگه خودت در ایزم رسان بچه سگ دستکایت یخ میزنه دیگه باز خودت نمیگی من نمیرم دیگه آقای سرد بر کار همه ترس خب یا خیر باشه چند تا پلاستیک پیشت مانده؟ 3 دانه پلاستیک 3 تا پلاستیک تا اگر ما بخریم خانه میری بخیر؟
3 تا پلاستیکش دوستا ما میخریم که خاطرک هم تا بره طرف خانه خود. هوا هم سرد است که حالا خدای نخواسته یخش نزنه. خب 3 تا پلاستیک تا ما را بده. خب اینه تالیش بگو 3 تا 3 دانه برابر شد. دوستا شما اجازه بدین گوششین. اینه ما ایره بگی خودت 3 دانه را 3 دانه است. ایره دوستا بخاطر میگیریم که بره بخیر طرف کار خود دیگه، طرف خانه خود. هوا سرد است، شب شده، تا خانه بره وقت میشه. بازی را ما و شما میفهمیم که چی بکنیم. خاطرک صحیح است. برو بخیر دیگه ناله. بریم بخیر دوستا. پلاستیکش اینال من سودا میکنم بر خود. خب این طرف هم دوستا دیگه اینمی کراچی و بازار است تا وقتای شام دیگه. دوستای عزیز رسیدیم به بخش اخیر برنامه. ما بریم شام نماز قضا سرمان نشه، نماز شام بخیر ادا بکنیم تا دیدار بعد که تیم چینل دیدار وطن در خدمت شما قرار میگیره. شما را به خالق یکتا و به همتا میسپاریم. شب و روز خوش داشته باشید. الله حافظ و ناصر شما. همدلی بهتر از همزبانی است.